درسته اینا کاملا وجود داره، ولی با وجود همه این مشکلات تاریخی و اجتماعی ببینیم که دوباره چه اتفاقاتی میتونه از بین نشون بدیم. بدون فهمه باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر فاضلی. اولا در تکمیل فرمایش شما، ما در ایران هم حالا انجمن جهانی هم گویا داره مسئله‌ای که فرمودید، در ایران هم انجمن کسب و کارهای خانوادگی داریم. حمایت از کسب و کار خانوادگی قرار بود که رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملش هم تشریف داشت. بله تشریف دارن آقای مهندس جابر انصاری که حتما با شما وارد گفتگو خواهند شد. از آقای دکتر فاضلی کلا وقت گرفتن بسیار کار مشکلیه. من میگم شاید تو درواسی در حضور شما به من یه بله بدن که ما برنامه بعدی هم که اون نمایش هست میبینیدش بعداً در خدمتشون باشیم. سوال منم الان مقدمه همون داستان هست و بحث اعتماد و میستراستی، چالشی که ما توی عدم جانشین پروری و انتقال قدرت داریم، بحث میستراست یا عدم اعتماد که تبلورات متعددی داره. مثلا من اعتماد ندارم که از پس گرگ‌های جامعه برخواهد آمد حالا جانشین من یا فرزند من، یا من اعتماد ندارم که آن درآمدزایی که من تا حالا میتونستم بکنم ایشون میتونه حفظ کنه، یا به توانمندیش اعتماد ندارم، یا 1001 مقوله دیگه. پس نقش اعتماد به نظر بود میاد. من میخوام راجع به این نظر شما رو بپرسم و البته که رد شد خیلی از پیش‌فرض‌های ما، مثل اینکه ایرانی‌ها یه خلقیات خاصی دارن. حالا اگر اون ابرروایتی رو که گفتن من دوباره به ذهن شما بیارم، و تو ابرروایتمون به نظر میاد یک دو خطی راجع به اینکه حالا بهش میگیم کانسپیرسی تئوری کار انگلیسی‌هاست اونجا داریم که اونم یه جور بی‌اعتمادیه و میخوام ببینم که آقای دکتر به عنوان یه جامعه شناس و حوزه فرهنگ هم استاد هستن و تحقیق دارن، اینا نظرشون توی این موضوع چیه؟ به کلیت بحث جانشینی توی بیزینس ها رو باید زیل 3 تا ضلع دید. ضلع خود خانواده، ضلع کسب و کاری که میخواد منتقل بشه و مالکیت. یعنی این شما توی مثلث در نظر بگیرید. من میگم یه چیزایی هم توی ایران بشه اضافه میشه. خود جنس خانواده مهمه و حتی بر سر اجتماعی شدن فرزندان در درون خانواده مفصل کار شده که بچه‌های خانواده‌هایی که بیزینس هستن، بیزینس فامیلی هستن، باید چی یاد بگیرن. مفصل کار کردن. این نمونه‌هاش رو میگم خدمتتون. ماهیت خود کسب و کار هم مهمه. یعنی مثلا فرض کنید من 4 نوعش رو تقسیم بندی کردم. اینکه یک کسب و کار سنتی یا دیجیتاله، یک کسب و کار رو به رشد، یک کسب و کار رو به افوله. این جانشینی تو این دوتا ماهیتاً فرق میکنه. یک کسب و کار دارایی‌های نقد شونده است و متأثر از مثلا اقتصاد تورمی ایران، یا یک کسب و کاریه که جنسش خدماتیه، مثلا اقتصاد دیجیتاله، خود داراییش مهم نیست و دارایی انسانیش مهمه. زمین و ماشینالات و اینا خیلی اهمیتی نداره. و بحث مالکیت، ببینید مالکیت خودش حداقل از 3 تا عنصر تأثیر می‌پذیره. من می‌خوام درس یه نظام ذهنی بدم اگه بیزینس فامیلی های اینجا هستن درباره آیندهشون چی فکر کنن. میگم چه اهمیتی داره. ببینید تو بیزینس فامیلی ها تو بحث مالکیتشون ساختار سیاسی مهمه. آقای دکتر دلاوری گفتن میراث نهادی جامعه هم مهمه و بحثی از اون میراث نهادی ساختار حقوقی است. اینکه ساختار حقوقی اصلا اجازه جانشینی به نوع خاصی از جانشینی رو میده یا نمیده. ولی عنصری هم که توی داستان جانشینی در بیزینس ها مهمه، بیزینس فامیلی ها، چشم‌انداز اجتماعیه. من چشم‌انداز اجتماعی رو تو ایران امروز حداقل تو 3 تا چیز می‌بینم. یک، امید اجتماعی. چقدر امید وجود داره که این رشد کنه و بشه زندگی کرد اینجا. زیر این امید اجتماعی 2 تا عنصر دیگه هم هست که مقوله سبک زندگی هاست که اتفاقا تو آلمان هم دیدم خیلی مطرحه. یه سبک زندگی آدم‌ها عوض شده. من یه زمانی تو ایران کار تجربی نکردم ولی تجربه شخصی بود. اگه پدر مادر پزشک بودن، اغلب بچه‌های خانواده پزشک می‌شدن. یعنی مثلا تو خانواده پزشک پدر مادر یا پدر پزشک 2-3 تا پزشک تو بچه‌های فامیل بود. من الان جدیداً تو خیلی از خانواده‌های پزشک می‌بینم که بچه موسیقیدان کوهنورد، نمیدونم رفته کار دیگه میکنه، دیولوپره و یعنی اون در اصل فردگرایی مدرن و تنوع سبک زندگی دیگه اینجوری بچه پدر پزشک حتما بچهش پزشک نمیشه.
این تو بیزینس ها هم هست، یعنی بین بچه‌های بیزینسمن اینجوری نیست که حتما اگه خودش تاجر فرشه بچه‌ش هم تاجر فرش باشه، ممکنه بچه‌ش مثلا بچه‌سی بره جامعه شناس بشه، مثلا این اتفاق میفته، یعنی سبک زندگی است. بعد مسئله مهاجرت، ببینید مهاجرت در ایران مسئله عجیبی ایجاد کرده. من فکر می‌کنم یکی بحران‌های بعدی بیزنس فامیلی ها در ایران مسئله مهاجرته. توضیح میدم. حالا تو این چارچوب خانواده ها و مسئله جانشینی دو سه تا مسئله پدید میاد. یک، اغلب خانواده هایی که تو 40-50 سال گذشته مثلا فاوندرهای دهه 30 40 50 هستن که بیزینس هاشون شکل گرفته، اینا وقتی سالهای بعد از دهه 60 تحت تاثیر جنگ، تحت تاثیر کیفیت دانشگاه ایرانی رو تشخیص نمیدادن، داشتن بچه‌هاشون رفتن خارج زندگی کردن، یا خانواده ها دوپاره شدن، خانوم خارج ایران، آقاه ایرانه و داره اینجا کسب و کار میکنه. بعد الان بیزینس بزرگ شده، پدر شده 70 سالش، 75 سالش، 80 سالش، 90 سالش، بعد میخواد منتقل بشه به نسل بعدی. بچه ها یا نمیان اساساً چون 30 سال اونجا زندگی کرده، یا بچه میخواد بیاد نوهه نمیاد، یا از اساس محیط کسب و کاری ایران رو نمیشناسه. یعنی وقتی میاد ایران بلد نیست تحت تحریم چگونه بیزینس انجام بده، اصلا بلد نیست در رابطه با شهرداری که مدلش اینه مدل بیزینس آلمانی و آمریکایی و مثلا فرانسوی رو بلده. اینکه تو ایران شما مثلا با اتحادیه حمل و نقل و راننده کامیون و اینا چگونه پیش برید، اینا اصلا وجود نداره. برای نسل من اینو واقعا که بحران برای ایران میدونم. اون بحران از این جهته، بارها گفتم ظرفیت، دیگرانی هم گفتن، من نوشتم ظرفیت اجتماعی یه جامعه رو سازمان‌هاش میسازه. سازمان بزرگترین اختراع بشره و مهمترین اختراعش، از اتم هم مهمتره، از اینترنت هم مهمتره. همه این اتم و اینترنت و جاروبرقی و ماشین لباسشویی و خودرو اینا همه از تو سازمان بیرون اومدن و حتی جنگیدن. شما بدون دفاعی، بدون یک سازمانی به نام ارتش نمیتونید از خودتون دفاع کنید. و سازمان‌ها و چگالی سازمان‌ها و کیفیت سازمان‌ها کیفیت یه جامعه رو میسازه. تفاوت ما و کره جنوبی همون تفاوت ایران خودرو و هیونداییه و تفاوت کره جنوبی و مثلا آلمان هم تفاوت هیوندایی با مرسدسه. تفاوت سازمان‌ها. ما اگه بحران جانشینی تو جامعه ایران حل نشه، تو شرکت‌های بخش خصوصی، تو نسل بعدی مواجه میشیم با یه ضعف سازمانی. اون ضعف سازمانی مال اینه که دارایی ارزشمند، حالا دارایی ارزشمند در سطح سیاسی میشه قدرت سیاسی که بحران جانشینی سیاسی رو ایجاد میکنه، در سطح اقتصادی میشه بحران جانشینی در شرکت‌ها. اگه این دارایی منتقل نشود، و گفتم همه جای دنیا مسئله است، این دارایی خوب منتقل نشه، یا اونایی که خارجن بچه‌هاشون میان شرکت رو داخل تیکه تیکه میکنن میفروشن میدن، بلخص با توجه به قوانین ارث و خیلی چیزای دیگه تو ایران، یا منتقل میکنن به کسایی که یه لیسانس، یه فوق لیسانس MBA توی لندن بیزنس اسکول داره و فکر میکنه با اون MBA میتونه تو ایران مدیر جای باباش بشینه که 60 سال تو ساختار اقتصاد و جامعه و سیاست و کارگر ایرانی کار کرده. حالا جالب اینه، من میخوام فقط مستاق بگم که این مسئله بین‌المللی هم هست. یه جدولی تو این چیز در آوردن، تو این مؤسسه درباطی دانشگاه ویتن، میگن که بیزینس فامیلی ها بچه هاشون رو وقتی میخوان بزرگ کنن اومدن برای پرنتینگ، پدر مادری کردن برای کودکان بیزینس فامیلی ها. میگم پرنتس، و خیلی جالبه، من با الگوهای سنتی تجار ایرانی وقتی دقت میکنم اینا رو رعایت میکردم. میگم پرنتس، پدر مادرها برای بیزینس فامیلی ها، برای بچه هاشون اینا رو در سوشیالیزیشن و اجتماعی شدنشون لحاظ کنید. یک، متصل کردن بچه ها به شبکه، یعنی یه پرنت، یه پدر مادری که تو بیزینس فامیلی کار میکنه، این که فرزندانش رو وصل کنه به شبکه تجاری، شبکه
اونایی که توی اون حتی بورد هستن یا متصل کردن در درون شبکه. دوم میگه هر بچه‌ای در هر بیزینس فامیلی مواجه میشه از کودکیش با مسئله جانشینی، یعنی بچه‌ه مواجه میشه. من بالاخره کی جای بابام میشینم یا جای مادرم میشینم و جای خانواده و کی این دارایی به من منتقل میشه و اینجا با یه مقوله مواجه میشه تحت عنوان پروفشنال کوالیتیز و این پدر مادرها دائما باید تلاش کنن این پروفشنال کوالیتیز رو در این بچه‌ها تقویت کنن. و سوم مسئولیت ها، ریسپانسیبیلیتی که این بچه‌ها باید داشته باشن. و جالبه یه مقاله مفصل دارم درباره اینکه مثلا آیا بچه‌های یک بیزینس فامیلی، یک خانواده، یک کسب و کاری می‌بینن که پدرشون و مادرشون به احوالات کارگرها حساسن یا نه؟ یعنی زندگیشون چگونه میگذره در نسبت با یعنی HR و نیروی انسانی رو چجوری می‌بینن یا نه اصلا هیچ حس و مسئولیتی رو احساس نمی‌کنن. و یه نکته بسیار مهم، شاید اینو بارها تو ادبیات سنتی تجار ما دیده باشیم یا حتی خانواده‌های ایرانی. من این کلمه انگلیسیشو میخونم، عبارت انگلیسیشو یا چند کنم ترجمه کنم. میگه بچه‌های خانواده‌های بیزینس باید تعادل بین اینا رو یاد بگیرن. Balance between recreation، تفریح، هر چیزی، and commitment to school and social needs. چرا این مهمه؟ چون یه بیزینس فامیلی چند وقت پیش با یکی از این مدیرعاملای یکی از شرکت‌هایی که بزرگترین بیزینس فامیلی ها هستن میگفت که من بچه یه پدر مادر ثروتمندی بودم تو این شرکت که هر چی خواستم داشتم. خواستم برم خارج رفتم، خواستم برم تفریح رفتم، هر کاری خواستم بکنم زدم. دوست دارم اینو یه گونه‌ای زندگی بکنم که بچه‌های ایرانم داشته باشن. این یعنی بین سوشیال نیدز و اون ریکرییشن خودش تونسته بالانس ایجاد کنه. ممکنه بچه‌ها توی بیزنس فامیلی یه جوری بار بیان که اصلا هیچ تعهدی به خانواده و سوشیال نیدز و اینها نداشته باشن و نیازهای اجتماعی. و نقطه بعدی، ببینید این مسئله مال آلمان، ما تو ایران بدترش رو داریم. میگه به دلیل اینکه خانواده فرگمنتد شده، خانواده انسجامش کمتر شده، انتقال ارزش‌ها دشوار شده. بنابراین خانواده‌های بیزینس در آلمان این بحث رو مطرح می‌کنن، تو ایران هم همین رو داریم. تو آلمان احتمالاً مسئله مهاجرت اینجوری نیست که چون بالاخره آلمانی‌ها که مهاجرت نمی‌کنن، چون در ایران خارج جاییه که اینجا احتمالاً آلمانی‌ها خیلی خارج ندارن. یعنی ما اینجا چون همه میخوان برن خارج، بحران خارج خیلی بیشتر از بحران داخل. بعد این با این حال یه خانواده چون فرگمنتد شده، خانواده چند پاره شده، مسئله یه بیزینس فامیلی اینه که values such as commitment to family and business، تعهد به خانواده و بیزینس رو به بچه ها منتقل کنه. اینو بخشی از پرنتینگش میدونه. And cohesion and social responsibility should be internalized. میگه تو خانواده یه گونی رفتار کنید که پرنتا بتونن کوهژن و این انسجامه و این تعهد به خانواده و بیزینس رو اینترنالایز کنن. تو ایران این مسئله بدتره، چون خانواده های بیزینس فامیلی ها سبک زندگیشون چون اغلب ثروتمندن با میانگین جامعه خیلی فاصله داره. تو این سالهای اخیر بدتر هم شده. بعد سیل مهاجرتی بچه ها رو فرستاده رفته، وقتی برمیگردن با یه دنیای متفاوتی مواجه میشن، دنیایی که اولشون نمیتونن. میخوام بگم بیزینس فامیلی ها اگه اینجا هستن یا صدا میشنون، بعدها این فیلم چیزی میبینن، با یه بحران جدی مواجهی در جانشینی که این جانشینیه فقط مسئله سیاسی نیست، فقط این نیست که توی ایران جمهوری اسلامی اینجوریه، مسئله جهانی است و نوع مذاکرات. حتی جالبه تو بعضی از مقالات دیدم روی این کار کردن که نوع مذاکرات درون خانواده
برای انتقال ثروت، نوع مذاکرات درون خانواده و حتی شرکت‌های مشاوری که سعی می‌کنن به خانواده‌های بیزینس فامیلی‌ها کمک بکنن که بتونن این انتقال دارایی و ثروت رو به نحوی انجام بدن که کمترین آسیب و بعد به انتقال تجربه هم صورت بگیره. خصوصا تو سیستم‌های مثل ایران که داکیومنتیشن از اساس در شرکت‌ها خیلی ضعیفن، این انتقال تجربه اغلب مثل انتقال تجربه این موسیقیدان‌های سنتی میمونه که سینه به سینه منتقل می‌کردن این ردیف‌های موسیقایی رو. اینا الان ردیف‌های تجاری اینجوری بوده، خیلی نوت‌نویسی نشده. به هر حال فکر می‌کنم برای آینده بیزینس‌ها در ایران این مقوله بیزینس فامیلی‌ها خیلی مهمه. امیدوارم کسانی هم پیدا بشن مثل آقای دکتر سعیدی که یک رپرتوار جدی تحلیل جامعه شناختی بیزینس فامیلی‌ها رو انجام بدن.